سلام به CIS گروپ، خوش آمدید. تحصیل در دبیرستان‌های نروژ. انواع دبیرستان‌های عمومی در نروژ به طور رایگان برای تمامی شهروندان و ساکنان دائم این کشور ارائه می‌شود. این مدارس تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش نروژ هستند و برنامه‌های درسی مشابهی را برای دانش آموزان ارائه می‌دهند. در این مدارس دانش آموزان می‌توانند از رشته‌های مختلف علمی، هنری، علوم اجتماعی، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره مند شوند. دبیرستان‌های خصوصی به طور معمول از طریق شهریه‌های پرداختی از سوی خانواده‌ها اداره می‌شوند و برخلاف مدارس دولتی هزینه‌های بیشتری دارند. این مدارس معمولاً ویژگی‌های خاصی دارند. ممکن است دروس تخصصی یا دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را ارائه دهند. برخی از این مدارس ممکن است به طور خاص بر روی هنر، موسیقی، ورزش یا علوم تمرکز کنند. دبیرستان‌های فنی و حرفه‌ای به دانش آموزانی که علاقه‌مند به رشته‌های فنی و حرفه‌ای هستند این امکان را می‌دهند که در یک رشته شغلی خاص آموزش ببینند. در این مدارس دانش آموزان مهارت‌های عملی را در کنار تحصیل دروس تئوری یاد می‌گیرند و برای ورود به بازار کار آماده می‌شوند. دبیرستان‌های بین‌المللی به ویژه برای خانواده‌های خارجی که در نروژ اقامت دارند گزینه‌ای مناسب است. این مدارس برنامه‌های آموزشی خود را به زبان انگلیسی یا دیگر زبان‌های بین‌المللی ارائه می‌دهند و برای دانش آموزانی که ممکن است زبان نروژی را به طور کامل یاد نگرفته باشند گزینه‌ای مناسب است. دبیرستان‌های بین‌المللی معمولاً از برنامه‌های تحصیلی مانند برنامه دیپلم بین‌المللی IB استفاده می‌کنند که یک برنامه آموزشی جهانی شناخته شده است. سیستم آموزشی در دبیرستان‌های نروژ. دوره دبیرستان معمولاً 3 سال طول می‌کشد. این دوره به دانش آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌ها و دانش‌های لازم را برای ادامه تحصیل در دانشگاه یا ورود به بازار کار کسب کنند. در دبیرستان‌های نروژ ارزیابی‌ها معمولاً شامل آزمون‌های نهایی، پروژه‌ها و تکالیف درسی است. علاوه بر این توجه ویژه‌ای به عملکرد روزانه دانش آموزان، مشارکت در کلاس‌ها و توانایی حل مسائل به صورت گروهی می‌شود. فرصت‌های تحصیلی پس از دبیرستان. پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان دانشجویان می‌توانند برای ورود به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی اقدام کنند. شرایط پذیرش در دبیرستان‌های نروژ. برای پذیرش در دبیرستان‌های دولتی دانش آموزان باید مدرک پایان دوره متوسطه را دریافت کرده باشند. همچنین برای تحصیل در دبیرستان‌های نروژ دانش آموزان باید به زبان نروژی تسلط داشته باشند. در صورتی که دانش آموزان به زبان نروژی مسلط نباشند ممکن است نیاز به گذراندن دوره‌های زبان نروژی داشته باشند. برای پذیرش در دبیرستان‌های خصوصی و بین‌المللی معمولاً نیاز به آزمون ورودی یا مصاحبه وجود دارد. این مدارس ممکن است شرایط متفاوتی برای پذیرش داشته باشند. بنابراین دانش آموزان باید قبل از درخواست شرایط پذیرش را به دقت بررسی کنند. از اینکه با ما همراه بودید متشکریم.